بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستای عزیز. بازم دوست شما لطیف مهربان هستم. خب دوستای عزیز، امروز باز به یک ویدیو نو میخوایم شما رو نشون بدیم از طریق یک وبسایت نو که به نام دیلی موشن است. نامش شنیده باشین. با او چگونه ما شما میتونیم در افغانستان پول دریافت کنیم، یعنی با او کار کنیم و کمتا پول پیدا کنیم باش. خب دوستان عزیز، اول لطف شما کنین که پیج ما را لایک کنین، به خاطر که ما بسیاری ویدیو را از طریق پیج خود به شما شیر میکنم تا شما بتونید با او دسترسی پیدا کنین و دیگه میتونین چینل یوتیوب من دوستای عزیز سابسکرایب کنین، به خاطر که اینجا من دیگه تقریبا 10 تا ویدیو دیگه هم دارم، 10 یا 9 تا نایفون 9 تا 9 ویدیو دوستای عزیز. قسم اینجا 9 ویدیوست. میتونین بسیار طریقای آسان در افغانستان شما یاد بگیرین که چگونه شما میتونین پول دریافت کنین. قسمی که ما خودم فعلا در افغانستان پول دریافت میتونم، تقریبا ما دوستای عزیز هر ماه $300، یعنی به طور متوسط من $300 عاید دارم، به خاطر که ما یک کم مصروف هستم، نمیتونم که زیاد کار کنم آنلاین. به خاطر که من $300 اگه شما وبسایت داشته باشین و خوب پیج فیسبوک داشته باشین یا دیگه توییتر داشته باشین، باز میتونین که بسیار زیاد پول به دست ببرین. خب دوستای عزیز، انشالله که چنل را سابسکرایب کنین. خب دوستا، وبسایتی که ما به شما امروز میخوایم نشان بدم که چگونه با او پول دریافت کنین، او است به نام دیلی موشن. قسمی که میبینین www.dailymotion.com. درست است. بسیار ساده است دیلی موشن دوستای عزیز، بسیار به طریق آسان میتونین شما که با این پول به دست ببرین، به خاطر چیز مشکلات نداره، ممانعت نداره. میتونین ویدیو هر کس هم دی اپلود کنین، مشکل نمیکنه. مثل یوتیوب و استریکت نیست، یعنی نیست که اگه شما ویدیو دیگه کس اپلود کنین و گریتام کنه، نه با چنل هم دی یوتیوب میتونه ترمینیت کنه. اما این باز خوب است نسبتا به یوتیوب، بقدر مشکلات برات ایجاد نمیکنه. خب دوستای عزیز، اول خوش میفهم که خودتون یک اکانت جیمیل جور میکنین. باز به خاطر اینکه شما لاگین شوین دی، فقط چی میکنین؟ اول با عرض معذرت که ما اشتباه کردم، سوال اول باید ساین اپ کنین. درست است که ساین اپ هم ساین ان کلیک کنین، با اون خودش یک آپشن ساین اپ میده، بود باز نمیتونه اینجا میتونین که ساین اپ کنین. این طریقه آسانش هم قسم های اینجا مگه میتونین باز یک طریق فیسبوک داشته باشین، از طریق فیسبوک هم میتونین که با این ساین ان کنین، هیچ مشکل نداره، آسان است. خب فقط بهترش همین است که با یک ایمیل دیگه تون جور کنین، به خاطر میشه اگه تا چینل ببخشین اکانت فیسبوکتون ترمینیت شوه یا بلاک شوه یا پاسورد شدتون برای دیگه، اون بهتر است که همون ساین اپ کنین به حساب یک ایمیل آدرس که ساین اپ کنین و بسیار آسان میشه. خب دوستای عزیز، من خب قبلا ساین اپ کرده بودم، مشکل نداره، فقط ایمیل میتی پاسورد میتی دیگه چیز نداره. دوستای عزیز، ما قبلا ساین اپ کردیم، فقط من ساین ان میکنم. خب دوستای عزیز، به خاطر اینکه ما نمیخوایم ایمیل ما شما ببینید دیگه، ما او را نه دقیقه کار را بند میکنم تا ما ساین اپ کنم، بعد بهتون نشان میدم. خب دوستای عزیز، من ساین ان کردم از همین طریق به چنل خود. این قسم میگیم نام چنل ما پرنس افغان، درست است، این پروفایل پیکچرش هست. خب دوستای عزیز، قسمی که شما میبینید نه مشکل دیگه نداره، اینقدر چنل من بار دیده شده، یعنی 96 که یا 96 هزار دفعه قدر ما فالوور دارم که این نفر مرا فالو میکنه. من که هر ویدیو اپلود میکنم باز با یک نوتیفیکیشن میره که این چنل ویدیو نو اپلود شد. این ویدیوی ما 176 ویدیو که یک پلیلیست دارم. خب طریقه آسان اپلود کردن بسیار آسان است، فقط یه این را اپلود کلیک میکنی، باز میتونی که ویدیو در جای باشه خود کامپیوتر زدم اونجا انتخاب کنی و اپلود کنی و دیگه به شما اونجا دادم که چگونه پول باز به دست آورده میتونین. فقط اینجا با این بسیار با طریقه آسان قرارداد میشه، مشکل نداره. در ویدیو مانیتایزیشن مین the video monetization. دوستان ویدیو مانیتایزیشن اینجا باز در ببخشید در ویدیو مانیتایزیشن مین فقط باز اینجا بسیار آسان داره. در اول که شما اکانت جور میکنید باز براتون که قرارداد میکنه با اینی چیزای ما شما میگم باید احترام قائل باشین، فقط امور کسی شوکه میکنه، مشکل دیگه نداره. باز میتونین که هر ویدیو را که اتومات اپلود میکنید با مثل یوتیوب بار نیست که هر ویدیو را خودتان برین مستقیما تنظیمات چجور کنین او را
اما مانتیزیشنش آن کنین که پیسه براتون بیاد. فقط دیلی موشن ویدیو رو اپلود کو، فقط بار اول قرارداد میکنیم. ما گفتیم قسمی که ما چنلم جورست مشکل نداره نه، اون بسیار آسان است. فقط چنلتون که آمدین در ویدیو مانتیزیشن می، فقط یه بار براتون نشان داده که چه قسم میتونیم چه کنید. چند تا تک مارک رو تک کو آخر سابمیت میکنیم، باز کش دیگه کاتگوری یعنی اما قرارداد شما جور میشه، بود میتونین بس فقط ویدیو رو اپلود کنید دیگه اتومات خودش مانیتایز میشه ویدیو. گفتم یوتیوب باری نیست که شما باید برین جدا هر ویدیو رو دیگه خودتون مانیتایز کنین. این دوستای عزیز ویدیوهای ما است و این اوورویوش هست. میتونین اینجا چنلتون رو سعی کنین کدام ویدیو چقدر ویو کرده، چقدر پول به دست آورده، کل چیزا رو براتون دوستای عزیز بسیار به طریقه آسان، بسیار به طریقه خلاص دیلی موشن نشان میده. دیلی موشن در یوتیوب که به نظر من بسیار خوب، به خاطر یوتیوب بسیار استریکت است، بسیار پالیسی های سخت داره، بسیار خلاصه فعلا خب یوتیوب خود مشکل جور کرده، به خاطر که یوتیوب فعلا باید اول 10,000 ویو بگیری، بعد 10,000 ویو میتونی که ویدیوی تا مانورایز کنی تا با پول از طریق قدم به دست بیاورین. خب دوستای عزیز انشالله که چیزی نو یاد گرفته باشین. فقط کار کنید دوستای عزیز که به چینل یوتیوب ما سابسکرایب کنید. من انشالله آینده بسیار وبسایت های نو و وبسایت های خوب براتون نشان میدم. و این دوستای عزیز اگر که یاد مثل با معذرت که از دیلی موشن هم میتونین شما پولتون از طریق اکانت پیپال به دست ببرین که ما پیپال به شما قبلا معرفی کرده بودم که پیپال چی است. فقط از طریق پیپال میتونی آنلاین پول به دست ببرین. البته پیپال با معذرت که در افغانستان جور نمیشه، قسمی که ما شما قبلا گفتیم درست، پیپال در افغانستان جور نمیشه و پیپال باید یک نفرتون در خارج باشه و اصلا اکانت پیپال جور کنه، باید امو اکانت خارج از با میشه که پای پولتون شما ترانسفر کنید. درست است. این به شما پول خودم نشان میدم که شما ببینین که ما پول درآمد کردیم یا نکردیم. اینا دوست عزیز 16.42 شده از من قسمی که شما ببینید درست، یعنی این پول ما است و لاست پیمنت من نشان نمیده که من چقدر پیمنت کرده بودم و دیگه پالیسی خود از یاسته درست است. اگر ما تقریبا 300 یا چقدر پول از طریق دیلی موشن آید کردیم از طریق دیلی موشن و رو به دست آوردیم. خب دیگه دوستای دیدم این طریقه آسان پول به دست آوردن از طریق خود اکانت دیلی موشن تان بود. انشالله که شما کار کنین با دیلی موشن و پول به دست ببرین تا که یک چیز براتون شود درست است. خب تشکر دوستای عزیز، وقت خوش داشته باشین. خداحافظ.